سلام، خیلی خوش اومدید به دوره جامع سرچ کنسول که در آپدیت ترین حالت ممکن داره ضبط میشه. در ابتدای کار بگم که من تمام ویدیوهایی که توی یوتیوب فارسی، یوتیوب انگلیسی، کورس های فارسی، کورس های انگلیسی، دوره اصلی گوگل سرچ کنسول و تمام اینها رو یک دوره کامل دیدم و در تعداد قابل توجهی پروژه اینها رو من ازش استفاده کردم و الان اومدم که در قالب یک کورس فول، یعنی از 0 تا 100 سرچ کنسول، توی یک ویدیو تمام نکاتی که لازمه، چه از نظر تکنیکال، چه از نظر تحلیل، چه هر موضوع دیگری رو براتون کاور کنم و بهتون آموزشیشو بدم. خب لازمه که توی ابتدا یک حالا دیتای کلی در رابطه با سرچ کنسول داشته باشید و بدونید که داره چه کاری رو برای ما انجام میده تا بتونید بهتر درک کنید مفاهیمی که قراره توی این کورس بهتون آموزشش داده بشه. خب ببینید، من اینجا یه توضیح کلی بهتون میدم. به طور مثال سرچ میکنید خرید موبایل. شما اینو توی گوگل سرچ میکنید. گوگل یک سری نتایج رو به ترتیب به شما نشون میده. به طور مثال سایت دیجی کالا رو اول بهتون نشون میده، سایت مثلا تکنو لایف رو بهتون بعدش نشون میده، بعدش سایت تروپ رو نشون میده که حالا اینا هستن و همینطور شما اینو برید تا لینک 10 گوگل. اوکی، پس اینجا ما داریم میبینیم که از رتبه 1 تا 10 برای یک کلمه خرید موبایل داره نمایش داده میشه. روی سایت دیجی کالا کاربر کلیک میکنه. پس ما اینجا میایم با رنگ زرد مینویسیم جلوی دیجی کالا کلیک. کاربر کلیک میکنه روی دیجی کالا. چه اتفاقی این بین داره میفته؟ بین 10 تا گزینه ای که کاربر داشته، کاربر دیجی کالا رو انتخاب کرده برای دیدن محتوا. حالا بقیه سایت ها هم دیده شدن ولی روشون کلیک نشد. ما این آمارها را سالها گوگل خیلی بهشون توجهی نمیشد، حالا چون هنوز اونقدر فضای سرچ قوی نشده بود. از یه جایی به بعد گوگل تصمیم گرفت یه سرویس کاملا رایگانی رو ارائه بده که این گزارشات داخلش ثبت بشه، یعنی اینکه روی کدوم سایت کلیک شد و کدوم سایت ها دیده شدن. یعنی چی؟ الان ما اینجا آماری که انتظار داریم ثبت بشه اینه: 1 کلیک برای دیجیکالا و برای تمامی سایت های دیگر هر کدوم 1 ایمپرشن. ایمپرشن یعنی دیده شدن. اوکی، از نظر حالا آماری یعنی برای ما دیده شدن. و خب دیجیکالا یک بارم ایمپرشن گرفته در اصل و بقیه صرفا فقط ایمپرشن رو گرفتن. حالا ما از حالا به بعد با استفاده از گوگل سرچ کنسول میتونیم یه آماری داشته باشیم به شکل نموداری که بذار بک بزنم به شکل نموداری، این شکلی که الان براتون میکشم. یه نموداری خواهیم داشت به این شکل که این پایین روزها توش مشخص شدن و اینجا میزان، ولیو، مقدار داخلش مشخص شد. حالا ما 2 تا گزینه داریم، هم میتونیم کلیک ها رو ببینیم و با یه رنگ دیگه من بهتون نشون بدم، هم میتونیم ایمپرشن ها رو ببینیم. یعنی چی؟ یعنی به ما میگه مثلا روز 1 2 3 4 5 6 و حالا بهمون آمارش رو نشون میده. میگه تو روز 1 تو مثلا 2 تا کلیک داشتی، یه نقطه اینجا. تو روز 2 4 تا کلیک داشتی، یه نقطه اینجا. تو روز 3 هیچ کلیک نداشتی.
تو روز مثلا 4 انقدر کلیک داشتی، همینطور بگیر تا آخر و این نمودارا رو برای ما به هم وصلش میکنه و همینطور بگی برو تا آخر و بهمون یه اطلاعات آماری میده در رابطه با میزان کلیک هایی که رو سایتمون شده. یا برای بحث ایمپرشن میگه که آقا تو روز اول مثلا 10 بار دیده شدی، خب تو روز دوم مثلا 2 بار دیده شدی، تو روز سوم حتی بیشتر از همه روزهای دیگه دیده شدی، ولی با میزان کلیکت متفاوته. یه آمار این شکلی هم از وضعیت ایمپرشنت بهت میده. حالا این کاریه که به صورت اصلی گوگل سرچ کنسول برای ما انجام میده و به همون میگه که تو خود این روزها از طریق چه کلمه ای وارد سایت تو شدن. مثلا خرید موبایل رو که زدن بهت انقدر کلیک داده، یا فلان کار رو که کردن انقدر بهت ایمپرشن داده. پس بهت هم میگه که روی چه کلمه ای و هم بهت میگه به چه میزانی کلیک و ایمپرشن گرفتی. تک تک سایت هایی که تو گوگل دارید میبینید از این سرویس استفاده میکنن که یکی از دلایلش اینه که این آمار اطلاعاتی این شکلی رو داشته باشن. یه موضوع دیگه ای که هستش در این رابطه اینه که یه سری آمارای فنی هم به شما میده. یه سری آمار فنی کلی که من الان براتون اینجا میگم که اون آمارا چیه. اولیش اینه که وضعیت دسترسی ربات‌های گوگل به صفحاتشون، یه همچین وضعیتی کرال استیت بهش میگن. و مورد بعدی خود صفحات شما، وضعیت صفحات شما، کدوماش الان تو گوگل، کدوماش درخواست داده شده که وارد گوگل بشه. و خیلی آپشن دیگه که اینجا دیگه نمیخوام در قالب حالا نوت بهتون توضیحش بدم، ترجیح همینه که از حالا به بعد آموزشو بریم وارد خود سرچ کنسول بشیم و بهتون آموزششو بدم. فقط یه نکته رو اینجا بهتون بگم، مراحلی که ما قراره طی کنیم اینه. برای اینکه ما بتونیم به گوگل سرچ کنسول یا GSC دسترسی داشته باشیم باید تایید هویت کنیم سایتمون رو در گوگل سرچ کنسول. یک جوری باید تایید هویت کنیم سایتمون رو برای گوگل که گوگل بفهمه ما مدیر این سایتیم تا آمارش رو به ما نشون بده. بعد از تایید هویت اطلاعات برای ما، همون نمودارها، همون اطلاعات آماری، گزارشی و تک تک این موارد از سمت سرویس گوگل سرچ کنسول دیگه به ما نمایش داده میشه. توی آموزشایی که الان قرار از حالا باید ببینید این تایید هویت به تمام مراحلی، به تمام روش هایی که ممکنه با تک تک مراحل بهتون آموزشش داده میشه. بعد از اینم تک تک پارت های گوگل سرچ کنسول رو با هم دیگه 0 تا 100 بررسی میکنید. با من همراه باشید تا انتهای این آموزش. قراره که تبدیل بشیم به یک فوق حرفه‌ای گوگل سرچ کنسول و اینا هم بگم که بهتون آموزش کامل گرفتن آمارهای لول بالا از طریق سرچ کنسول و همچنین تحلیل آمارهای سرچ کنسول با استفاده از هوش مصنوعی رو آخر این آموزش بهتون خواهم داد. مرحله اول سرچ کنسول اتصال سایتمون داخل سرچ کنسول برای اینکه بتونیم اطلاعاتمون رو بهش دسترسی داشته باشیم. گام اول این که بتونیم به اطلاعات سرچ کنسول دسترسی داشته باشیم اینه که سایتمون رو داخل سرچ کنسول احراز هویت کنیم که گوگل متوجه بشه ما مدیر اون سایتیم و بتونیم به اطلاعاتی که سرچ کنسول به صورت رایگان بهمون میده دسترسی داشته باشیم. برای انجام این کار وارد مرورگرتون بشید و داخل گوگل سرچ کنید سرچ کنسول و اینجا وارد سایت گوگل بشید. اگه براتون نیورد یه بار همینطوری عادی بزنید سرچ کنسول و بعد وارد سایت گوگل سرچ کنسول میشید. بعد از اینکه وارد این فضای سرچ کنسول شدید گزینه استارت ناو رو میزنید و شما با یک همچین صفحه‌ای مواجه میشید. اینجا اون جاییه که باید سایت شما احراز بشه داخل گوگل سرچ کنسول.
دو تا حالت دارید. دو تا حالت رو من براتون شرح میدم کامل که تفاوت بین دامین و URL پریفیکس رو بدونید. ببینید دامین یعنی آدرس اصلی سایتتون، یعنی دامین اصلیتون asghar.com akbar.ir هر چی هست و بدون هیچ چیز اضافه ای، همونطوری که الان اینجا دارید اگزمپل و مثالش رو میبینید، بدون اینکه هیچ چیز اضافه ای بنویسید، فقط مینویسید آدرس سایتتون دات حالا پسوند سایتتون. اوکی، این حالت اوله. توی این حالت از تصویر و آیکونش مشخصه، میگه تو هد اصلی سایت تو به من بده، من تمام صفحات دیگری که لازمه رو خودم برات میارم بهت نشون میدم. یعنی تو اگه دامین رو بزنی هر جای سایتت که کلیک بشه اطلاعاتش خواهی داشت، به اضافه اینکه هر پریفیکسی یا هر ساب دامین و ساب فولدری هم داشته باشی اطلاعاتش توی اون سرچ کنسول بهت نشون داده میشه. به طور مثال تو یه سایت داری، سایت blog.test.com، اوکی، میخوای بلاگت هم اطلاعاتشو داشته باشی و خب ساب دامینه، اینو میای تو این قسمت وارد میکنی. یعنی دامین تو که بدی ساب دامین هم اطلاعاتش اینجا برات میاد، نمیدونم ساب فولدرت هم میاد، هر چی که از قسمت های مختلف داشته باشه سایت، دامین های مختلف، ساب فولدر، ساب دامین، هر چی که باشه اینجا بهت نمایش داده میشه. حالت دوم حالت URL پریفیکس. حالت URL پریفیکس این کار رو انجام میده که اون قسمت خاصی از سایتت که میخوای رو بهت نشون میده. مثلا تو یه سایت داری روی test.com، یه test.com/blog داری که یه سایت کامل مثلا جداییه، تو میتونی بیای /blog تو جدا بدی تو URL پریفیکس و جدا اطلاعاتشو داشته باشی. میتونی هم بیای دامین test.com تو اینجا وارد کنی و هم سایت اصلی تو اطلاعاتشو داشته باشی، هم سایت پریفیکس تو، حالا میتونه ساب فولدر باشه، میتونه ساب دامین باشه یا هر چیز دیگه. پیشنهاد شخص من اینه که اگر چندین تا سایت دارید یه دامین بزنید که اطلاعات همه رو داشته باشید، بعد اونایی که میخواین جدا داشته باشید هم بزنید تو URL پریفیکس. مثلا یه پروژه‌ای رو من کار میکردم، اینا یه قسمتی از سایتشون کامل اصلا نیازی به اطلاعات سرچ کنسولش نداشتن، توی حوزه کنکور کار میکردن و اصلا یه قسمتی از سایت رو ما اطلاعات سرچ کنسولش رو نیاز نداشتیم. کاری که کردیم اومدیم دامین اصلیش رو وارد کردیم، اون ساب فولدری از سایتش که اسلش مثلا بوک بود رو اومدیم URL پریفیکس کردیم که اون که برامون مهم نیست و جدا داشته باشیم، بدونیم اطلاعاتش چیه و بتونیم با دامین اصلیمون مقایسه کنیم. در کل همین. بریم با هم دیگه از حالت دومین شروع کنیم که برای اکثریت قابل استفاده تره. توی این حالت داره بهتون میگه که تموم ساب دامین ها رو بهتون نشون میده، HTTPS یا HTTP بودن، هر حالت مختلف دامینتون رو بهتون نشون میده و DNS verification اینجا اجباری. مثلا من یه مثال بزنم که توی حالت دامین چه مدل هایی اینجا نمایش داده میشه. اگه سایت شما www داشته باشه، مثلا test.com، این توی دامین اطلاعاتش ثبت میشه. اگر سایت شما پروتکل HTTPS باشه و باز اینجا سایت شما نمایش داده میشه. اگه HTTP باشه باز اطلاعات نمایش داده میشه. اگر ساب فولدر داشته باشید باز اطلاعاتش توی حالت دامین نمایش داده میشه. اگر ساب دامین داشته باشید، مثلا ساب 1 این باز دوباره اطلاعاتش تو حالت دامین نمایش داده میشه. ولی DNS verification کردن توی این حالت اجباریه. چی کار میکنید؟ آدرس سایتتون رو وارد میکنید. توی این آموزش من یکی از پروژه هایی که براشون کار کردم رو به عنوان تست انتخاب کردم که بتونیم اینجا اطلاعاتش رو داشته باشیم. اگه توی گوگل سرچ کنید مثلا خرید ورق لاستیکی، اینجا سایت 3% رو میبینید، رتبه 2 گوگله و یه رتبه دیگه هم اینجا داره. اگه سرچ کنید مثلا ورق لاستیکی چیست، ما اینجا رتبه 2 گوگلیم. حالا بعضی وقتا رتبه 1، بعضی وقتا 2،
و خب رتبه های خوبی داره تو گوگل. برای همین این سایت رو انتخاب کردم که اطلاعاتش هم راحت با هم دیگه ببینیم. آدرس سایتش هم که خب هست سپهر صنعت. من اینجا سایت رو باز کنم. خب اینجا میایم آدرس سایت رو بدون HTTPS کپی میکنیم، حالت خیلی عادی. اینجا واردش میکنیم و کنتینیو رو میزنیم. ببینید همه مراحل خودش بهمون میگه باید چی کار کنیم و خیلی کار سختی نیست. اگر این الان رو CDN، اگر سایت شما رو CDN نیست باید از طریق هاست این کار رو انجام بدید که حالا من بهتون میگم همشو. ولی اگر که روی حالا کلودفلرین بعد این کار رو انجام بدید. خیلی راحت استارت وریفیکیشن رو میزنید، خودش وریفیکیشن میکنه سایتتون رو. ولی من برای اینکه میخوام دستی بهتون آموزش بدم اینجا اینو میذارم روی حالت Any DNS Provider و اینجا به همون میگه که این مراحل رو باید سپری کنی. یه رکورد TXT باید بسازی و بری توی دامین پرووایدرت، اونجا اینو قرار بدی توی DNS رکوردت و وریفای کنی. ما اینجا کاری که میکنیم اینو کپی میکنیم. من از CDN کلودفلر دارم استفاده میکنم. شما اگر از هاست استفاده میکنید بهتون میگم که باید چی کار کنید. خب اینجا من چیزو آوردم، کلودفلر رو آوردم بالا که ببینیدش. اینجا نگاه کنید. بعد از اینکه وارد کلودفلر شدین دامینتون رو انتخاب میکنید و روی گزینه DNS رکورد میزنید. اینجا شما میتونید DNS رکورد اضافه کنید. اد رکورد رو من میزنم، تایپش رو قرار میدم روی TXT و نیمش رو میذارم @sign. روی قسمت کانتنت که گفته اون کدی که کپی کردم از گوگل سرچ کنسول رو میزنم و سیو رو میزنم. اوکی، الان که این کار رو انجام دادم وارد چیز میشیم، وارد گوگل سرچ کنسول میشیم و گزینه وریفای رو میزنیم. تمام. الان میریم تو پراپرتی، اطلاعات این سایت داره به ما نمایش داده میشه. من اینو چرا داره این شکل؟ من زوم کردم. یه بار رفرشش کنیم این دیگه الان از اینجا فکر کنم بره. این سپرز اومد. اوکی، ببینید الان ما به اطلاعات این سایت تونستیم دسترسی داشته باشید. اگر که شما از کلودفلر استفاده نمی کنید و روی DNS های اصلی سایتتون هستید، کاری که باید انجام بدید اینیه که الان بهتون میگم. باید بریم وارد پنل دایرکت ادمین یا سی پنل هاستتون بشید و از این قسمتی که بهتون میگم همین کار رو انجام بدید. برای اینکه ما بتونیم دوباره این آموزش رو داشته باشیم میتونم بیام از قسمت setting این پروپرتی رو حذف کنم، از اول با هم بسازیمش. ولی من دیگه برای اینکه کار استوب نخوره اونجا بهتون آموزشیشو میدم. اگر خودتون این سبکین با این مدل میتونین پیش برید. خب خیلی راحت ما میریم وارد پنل دایرکت ادمینمون میشیم. خب خیلی راحت وارد پنل هاستتون میشید. از قسمت DNS Management، چه سی پنل باشید، چه دایرکت ادمین باشید، چه دایرکت ادمین با تم دیگه ای باشید، این قسمت DNS Management براتون نشون داده میشه و اگه پیداش نمی‌کنید کنترل F بزنید رو فضای مرورگرتون، یه DNS سرچ کنید اینجوری براتون نمایش داده میشه. DNS Management رو که بازش کنید اینجا گزینه اد رکورد یا اضافه کردن رکورد بهتون نمایش داده میشه، یا اضافه کردن رکورد یا اد رکورد. اینا حالا سمت چپ ها راست توی حالا سی پنل دایرکت ادمینای مختلف ممکنه جاش متفاوت باشه. اینجا روی اد رکورد میزنید، تایپش رو میاین روی حالت TXT قرار میدین که خودش گفته بود و اینجا بله اینو TXT. اوکی، اینا رو دستش نمیخواد بذارید، فقط اینجا ولیو رو همونی که کپی کردید از گوگل رو میذارید، اد میزنید. تمام، هیچ کار دیگه هم نیاز نیست انجام بدیم. اوکی، اگه که با کلودفلر هم بودین که باز میتونید از خود کلودفلر این کار رو انجام بدین و نیازی به انجام کار دیگه ای نیست. خب برای ادامه کار من میام از این حساب خارج میشم، روش
روش های دیگر رو هم بهتون آموزشیشو بدم. اینجا ریموو پراپرتی میزنم که این بره از تو سرچ کنسول من، بتونم از اول بهتون آموزش بدم. اون حالت تکیش رو هم من اینجا دیلیت بزنم که اینم بره از اطلاعات. اوکی. ما حالت دومین رو بهتون آموزش دادیم. اگه میخواین فقط URL هایی که حالا حاوی این قسمت رو داشته باشید و با یه پروتکل خاصی، مثلا فقط HTTP یا HTTPS خالی یا هر چیز دیگه ای و روش های مختلف وریفیکیشن متد داشته باشید، آدرس کامل سایتتون رو اینجا وارد کنید. خب اینجا میایم آدرس سایتمون رو قرار میدیم، ولی این بار با HTTPS و کامل، بدون اینکه بخوایم صرفا خودش رو بذاریم، یعنی کل لینک که میخوایم قرار میدیم. یا اگه که مثلا ساب دامینتون رو صرفا میخواین اینجا قرار بدیم به عنوان یه URL پریفیکس، ساب دامینتون رو قرار میدید. یا اگر که میخواین آرزان به خدمت ساب فولدر یا دایرکتوریتون رو نشون بدید، اینجا این شکلی میزنید /blog که فقط بلاگتون رو بهتون نشون بده. اگر هم کلی میخواین که اینو توضیحشو بهتون. اینجا بهتون میگه URL وارد کن و خب اینجا میتونید حالت ساب دامین هم تو حالت اصلی وارد کنید. اینجا زیرش همه توضیحات براتون گذاشته. چون که من اینو از قبل وارد کردم، الان بزنم میگه اوکیه، من یه عدد مثلا 400 این وسط می نویسم که یه لینک جدیدی باشه از نظر گوگل و نگه که مثلا این از قبل اوکیه. صرفا الان آموزشش رو میخوام بهتون بدم. ببینید اینجا یه چک وریفیکیشن میزنه و این متد ها رو به شما نشون میده. میگه میتونی یه HTML فایل بذاری کجا؟ توی public underline HTML سرورت یا هاستت. میتونی HTML تگ بذاری، اوکی. توی کجا؟ توی تگ هد قبل از تگ بادی، اوکی. یه حالت با گوگل آنالیتیکه که با آنالیتیکس بخوای وصلش کنی حالا سایت تو به سرچ کنسول، و یه حالت با گوگل تگ منیجره که بخوای وصل کنی که اینم هست. اینجا میتونی بهت گفته و توضیحاتش داده و اینا. یه حالت هم دامین نیم پرووایدره که با هم دیگه تو دامین آموزش رو بهتون دادم. این دو تا حالت گوگل آنالیتیک و گوگل تگ منیجر به خاطر اینکه خیلی پیچیدگی این داستانو داره، صرفا در قالب تکست زیر این مقاله آموزشیشو براتون میذارم، ولی توی این ویدیو صرفا بهتون HTML تگ و HTML فایل رو آموزش میدم. HTML فایل چیه؟ شما یه فایل دانلودی HTML یونیک بهتون میده که باید دانلودش کنی. دانلود که شد، بیاین توی سرورتون که اومدید توی پوشه public underline HTML، اوکی. اینجا میاین همینجا اون فایل HTML ای که بهتون دادم میزنید و آپلودش میکنید، تمام. بعد اونجا وریفیکیشن میزنید و تمام. یه حالت دیگه اینه که شما اینجا دارید میبینیدش. من اینو ببندم بچه‌ها و اینجا بیام اینو براتون بیارم، اوکی. یه حالت دیگه حالت HTML تگ. حالت HTML تگ شما میاین اینجا این کدی که بهتون میده رو کپی میکنین، باز میرید توی سرورتون. اینجا اگر سایتتون وردپرسیه با من پیش بیان، اگه وردپرسی نیست بعد به دیولپرتون بگین این کار رو انجام بده. توی WP کانتنت، توی تمز، توی قالبتون و اینجا پوشه یه header.php رو، فایل header.php رو باید پیدا کنید. میتونید هم یه سرچ بزنین header.php، اینجا براتون میاد و اینو ادیتش رو میزنید. اینجا تگ هد رو پیدا میکنی، آخر تگ هد یا اول تگ هد. من خودم همیشه آخر میذارم چون اینا به ترتیب خونده میشه. و اینجا اون کدی که بهتون داده میزنید و سیو میکنید. بعدش تایید بزنید، باز وریفیکیت میشید. اینو ما کاری باش نداریم چون اینا رو انجام دادیم یه بار. خب میایم اینجا، من بهتون این مدل اول رو گفتم، اینم که گفته بودم گوگل آنالیتیکس و گوگل تگ منیجر رو داخل تکست سایت براتون قرار میدم. به کارتون نمیاد
ولی اگه خواستین حتما اون کار رو انجام بدید آموزش براتون میذارم. میایم اینجا همون آدرس سایت خودمون رو وارد میکنیم و کانتینیو رو میزنیم. اینجا وریفیکیت میشیم با یکی از اون حالتایی که بهتون گفتم و خیلی خوش اومدید به گوگل سرچ کنسول. تا این لحظه من رومینو بزرگ کنم. تا این لحظه تمام روند کلی سرچ کنسول که چه کاری رو براتون انجام میده و نحوه کانکت کردنش به سایت و احراز کردنش برای گوگل رو بهتون آموزشش رو دادم. الان میریم سراغ این که تک تک این قسمت‌های مختلف سرچ کنسول رو با هم دیگه بررسی کنیم. اوکی. خیلی گوگل سرچ کنسول بهمون اطلاعات باحالی میده. خب اینجا رو نگاه کنید. توی قسمت اول توی اوورویو هستیم. اوورویو یعنی یک اطلاعات کلی نسبت به وضعیت سایت شما. پرفورمنس رو بهمون توی گام اول اطلاعات میده. پرفورمنس یعنی همون نموداری که بهتون گفتم کلیک رو بر اساس تاریخ بهمون نشون میده. این است. مورد بعدی بحث حالا مشکلات فنی و مهمیه که اینجا بهمون نشون میده. داره بهمون میگه که 91% از صفحات سایت شما داره سرعت پایین لود میشه و ما چرا اینو حلش نکردیم؟ چون دیگه با این مجموعه کار نمیکنیم. مورد بعدی وضعیت ایندکسینگ سایت شما رو داره بهتون نشون میده که چه تعداد از صفحات شما ایندکس شده یا نو ایندکس شده. حالا بهتون توضیحشو میدم. اینجا داره وضعیت اکسپریانس رو بهتون نشون میده از نظر تجربی کاربری، وضعیت فروشگاه و وضعیت استراکچر دیتا هاتون که بهش خود گوگل میگه اینهانسمنت. این از پس ما توی این اوورویو میتونیم بفهمیم که با سرچ کنسول چه داده هایی میتونیم داشته باشیم. داده های پرفورمنسی و عددی نسبت به میزان کلیک و این موارد، ریکامندیشنز ها که حالا مشکلات فنی میتونه باشه و مواردی از این قبیل که فیچر میشه میاد بالا بهمون نشون داده میشه. وضعیت ایندکس شدن یا نشدن صفحاتمون که ایندکس شدن یعنی اجازه دادن به اینکه سایتمون توی گوگل نمایش داده بشه یا نه، و اکسپریانس که حالا وضعیت فنی، شاپینگ وضعیت فروشگاه و حالا همون استراکچر دیتا های محصولات و اینهانسمنت هم که باز دوباره همون استراکچر دیتا ها حالا حالت دیگه ایش که صرفا محصول نیست رو اینجا بهمون نشون میده. این کل کاری که سرچ کنسول برای ما انجام میده و خلاصش تو اوورویو اول کار به ما نشون میده. خیلی اوکی، راحت. بخش بعدی که جدیداً اضافه شده توی سرچ کنسول این سایت، این تا الان نبوده با توجه به اینکه ویدیو خیلی آپدیته، اینم ما توش داریمش الان. داره میگه که کلیکات چقدر ریخته، ایمپرشنات چقدر ریخته. ممکنه که تو یه حالت مثبتی از اینو ببینی که کلیکات زیاد شده، ایمپرشنات زیاد شده، ولی ما الان چون که این سایت خب رها شده ایمپرشن و کلیکاش افت کرده و یه وضعیت مثلا 3 ماه هم داره که تو 3 ماه گذشته ما انقدر رشد کردیم ولی توی مثلا 28 روز گذشته انقدر اومدیم پایین. چه صفحاتیمون تاپن و بیشترین کلیک رو گرفتن؟ صفحه مثلا لیست بهترین لاستیک سازی در اصفهان، خرید قیمت و ورق لاستیکی، اینا. ببین این صفحات تاپ وانمون. ترندینگ آپا، صفحاتی که دارن نسبت به قبل بیشتر ویو میگیرن. اینایی که دارن بیشتر ویو میگیرن و باید روشون بیشتر کار کرد. ترندینگ دان ها، صفحاتی که نسبت به قبل ورودیشون کمتر شده و خب باید ربط دید که چرا ورودی من کمتر شده. آیا مخاطب ها دیگه به این نیاز ندارن یا اینکه مشکل از سایت منه؟ اوکی. پس این شد قسمت این سایت. این سایت اطلاعات خیلی سریع و قابل دسترس به شما میده که بدونی کدوم صفحت رو به رشد بیشتر رشدش بدی، کدوم صفحت رو به داون، رو به پایین رفتنه، بری ببینید چرا این اتفاق داره براش میفته و یا مشکلش رو حل کنی یا شاید اصلا مشکل خاصی نباشه. اینم از این مورد. مورد بعدی URL inspection.
URL inspection جزو بخشای مهم سرچ کنسول. این قسمت بالا هست فیلدش، این قسمت پایینم اگه بزنید باز همینو براتون نشون میده. این چی کار میکنه؟ این وضعیت یک صفحه شما رو بهتون نشون میده. مثلا یک URL شما رو بهتون نشون میده. من اینجا میام یکی از مقالات این سایتمون رو باز میکنم، ورق لاستیکی برای درزگیری در مخازن، و اینجا این لینک رو میدم به گوگل که اینجا اطلاعاتش رو ریورت کنه به ما بده. اینجا داریم میبینیم که این صفحه توی گوگل اصلا نیست. اوکی، داره میگه که سایت مپ، میگه من ریفر یعنی چیزی پیدا نکردم که سایت مپت بگه برم این صفحه رو بررسی کنم، یا از صفحه ای به این صفحه لینک نداده بودی که من بفهمم این صفحه هست. و خب وضعیت کرال و ایندکسش هم که اصلا چیزه، الان وضعیت خاصی نداره. پس این صفحه ما الان اصلا تو گوگل نیست و کرال اصلا نشده توسط گوگل. خب پس ما الان نمیتونیم روی اطلاعات داشته باشیم. میایم اینجا مثلا صفحه ورق لاستیکمون، اینجا صفحه ورق لاستیکمون رو میدیم بهش، ببینیم که این صفحه وضعیتش چیه. این صفحه وضعیتش is on Google. دارید میبینید URL is on Google. یعنی چی؟ یعنی اینکه این صفحه الان توی گوگل وجود داره و من گوگل بررسیش کردم. از همین بالا بررسی میکنیم. یه گزینه یه تست لایو URL داره که میره سایت تو همین الانه که داریم با هم صحبت میکنیم بررسی میکنه، بهت یه خروجی میده. من اینجا تست لایو URL رو میزنم، ببینیم که چه اطلاعاتی بهمون نشون میده. خودش گفته دیگه، گفته بین 1 دقیقه تا 2 دقیقه طول میکشه تا من اینو بررسیش کنم. خب بعد از اینکه بررسی کرد اینجا میزنه که آخرین بررسی من تو این ساعت بوده. اوکی، و اینجا میتونید روی ویو تستد پیج بزنید ببینید اون چیزی که گوگل از سایت شما دیده چی. یه سری ها میپرسن آقا من مثلا اینجا اومدم این دکمه رو گذاشتم مشاهده مثلا محصولات بیشتر، آیا این کلمه هر رو گوگل میبینه؟ خیلی راحت، شما میای اینجا سرچ میزنی، مینویسی که مشاهده محصولات بیشتر، بله گوگل میبینه. یا مثلا یه موقع یکی کامنت گذاشته اینجا، میخوایم ببینیم که آقا اون کامنت رو آیا گوگل میبینه؟ اینجا خیلی راحت سرچ کنید. یه تغییری تو صفحه ایجاد کردید، میخوایم ببینید آیا اون تغییر رو گوگل داره میبینه یا نه؟ باز خیلی راحت، مثلا اینجا ضخامت ابعاد فلان متفاوت است، اینو من میام اینجا قرارش میدم، گوگل داره اینو میبینه. یه اسکرین شات به شما میده از وضعیت سایت شما توی کرالر اسمارت فون گوگل. اگر سایت شما مشکلی از نظر فنی داشته باشه، توی حالت اسمارت فونی که گوگل داره بررسی میکنه، اینجا سایت مثلا لوگو خیلی بزرگ شده، فونت ها به هم ریختن، همه چی در هم بر همه و به خوبی نمایش داده نمیشه. پس این قسمت اسکرین شات این اطلاعات رو به شما میده. یه قسمت مور اینفو هم داره که میگه که تایپ کانتنت تو HTML، تکست و HTML، وضعیت این صفحه تو 200 یعنی اوکی، یعنی همه چیش اوکیه، مشکلی ما ندیدیم. و به جاهایی که سورس داشتی و ما اطلاعاتی که از سایت تو لود کردیم، یه سری اطلاعات بهتون مثلا نشون میده از نشان، اینجا ما آدرس نشان گذاشتیم، یا مثلا اینجا هر چیزی که باشه شما سورس داده باشی به جایی اینجا نمایش داده میشه. اینجا وضعیت کنسول تو بهت نشون میده که خطا جاوا اسکریپت و داره میگه که مثلا ما این خطاها رو داریم از سمت جاوا اسکریپت تو میگیریم و تو اینا رو باید بری برطرفش کنیم. توی قسمت پشتی آموزش های حالا فنی، پشتیبانی، امنیت، سرعت و این موارد، من اینا رو کامل بهتون توضیحش در قالب موضوع عملی میدم، ولی خب حالا کاری با اینش نداریم. از این بگذارم. اوکی، پس این قسمت لایو تست گوگل و این اطلاعاتی که اینجا دیدید، این وضعیت گوگل ایندکسمون.
که دارید میبینید. ما میتونید مقایسه کنید دیگه، مثلا یه تغییری اعمال میکنید، همون موقع لایو تست بگیرید ببینید مثلا اگر یه استراکچر دیتایی اضافه کردید اینجا اومده یا نه. گوگل ایندکس رو میزنم، توی گوگل ایندکس اینجا یه سری اطلاعات خیلی خوب به شما میده. میگه آقا من نتونستم به سایت مپ تو دسترسی پیدا کنم و سایت مپ تو پروسسش یه اروری داشته و من نتونستم اونجا چیزی پیدا نکردم، ولی از این صفحه سایت تو و این صفحه سایت تو من فهمیدم که تو یه همچین صفحه‌ای داری و اومدم اینجا پیداش کردم. بعد میگه من کی این صفحه تو رو کرال کردم، بررسی کردم. آخرین کرالی که کردم تو این تاریخ بود، چیزی که باش کرال کردم اسمارت فون بود و آیا کرال قبول شده بود از سمت تو؟ بله. گذاشتی صفحه رو فچ کنم؟ بله و موفق شدم. ایندکست اوکی بود؟ بله قبول. خب من اینجا یه توضیح بهتون در رابطه با این تیکه ها بدم. ببینید این که تاریخ لاست کرال که دمش گرم این تاریخ بررسی کرد. قسمت کرالد از یعنی با چی کرال کرده؟ گوگل بات اسمارت فون سایت ها رو بررسی میکنه. اگر سایت شما نسخه گوشیش از تکنولوژی های جدیدی که کامل جداه و کداش جدا نوشته شده یا از مثلا تکنولوژی AMP یا AMP استفاده میکنه، اگر توی اون نسخه باگی داشته باشه اینجا سایت وضعیت سرچ کنسول شما با خطا مواجه میشه. پس حتما اگر نسخه موبایل شما یک ویژگی خاصی داره، یک داستان مجزایی داره، باید خیلی حواستون باشه که اینجا به مشکلی نخورید. و موضوع کرال یعنی چه؟ چند تا مرحله وجود داره در اصل. گوگل اول میاد سایت شما رو کرال میکنه، یعنی رباتش همون گوگل بات اسمارت فون میاد سایت شما رو بررسی میکنه، بعداً میبینه که آیا تو قبل از اینکه بخواد کرال کنه از طریق فایل robots.txt میبینه که آیا شما اجازه دادی که بیاد کرال کنه یا نه. بعد مثلا تو اجازه ندادی، اونجا دیسالوش کردی، نمیاد اصلا کرال کنه. ولی اگر تو robots.txt جلوشو نگرفته باشی و گذاشته باشی که کرال کنه، سایت تو الان توسط گوگل بات ها کرال شده. مرحله بعدش میشه، حالا فچش هم کرده، مرحله بعدش میشه اینکه ایندکس بکنه یا نکنه. ایندکس مثلا تو ایندکس سایت تو که میبندی یعنی گوگل بیا سایت منو بررسی بکن ولی توی نتایج نشون نده. ولی اگر از تو robots.txt ببندی یعنی اینکه اصلا نیا بررسی کن صفحه سایت منو. اوکی. حالا اینجا میگه که تو کانونیکال دادی به یه صفحه دیگه که اصلا ما کاری نداریم با این کانونیکاله. و مورد بعدی چیز دیگه خاصی نه. selected canonical هم که داره میگه inspected URL. من از طریق inspected URL که خودت بهم دادی این کانونیکال رو دادم، ممکنه اصلا کانونیکال نذاشته باشی و خب این قسمت کانونیکالی وجود نداشته باشه. اینجا هم که داره بهت استراکچر دیتا هاتو نشون میده. تو بعضی‌هاش الان داره میگه تو مثلا خطا داری، یه سری ایشو اینجا بهت گفته که میتونی بیای ببینی، مثلا گفته که اینا رو نداری و آپشنال هم هست باید بری اضافه کنی. اوکی. این هم از این. برای کسایی هم که نمیدونن این اینهانسمنت و استراکچر دیتا چیه، باید بگم که گوگل متن سایت شما رو بررسی میکنه برای اینکه بتونه راحت‌تر، بهتر و سریع‌تر اطلاعات سایت شما رو بررسی کنه. یه کاری میتونیم انجام بدیم، اونم اینه که از استراکچر دیتا استفاده کنیم که اون یه سری کدای مخصوص گوگل نوشتنه که شما با استفاده از اون کدا میتونید به گوگل بفهمونید که یک محتواتون در رابطه با چیه خیلی راحت‌تر. اوکی. اینم از این مورد. قسمت URL inspection رو بهتون گفتم. اگر صفحه‌ای توی سایتتون دارید که میخواید توی گوگل نمایش داده بشه، کافیه بیاین اینجا اون صفحه رو وارد کنید و اوکی کنید و بعد اینجا گزینه ریکوست ایندکسینگ رو بزنید تا اون صفحه توی گوگل قرار بگیره. و اینجا پیج ایندکسینگ رو که وضعیتش رو بهتون گفتم، اینجا باز اوپن ریپورت رو میتونید بزنید و
میری تو قسمت پیجز و اینجا سه اطلاعات بهتون نشون میده. اینو کاری باشه الان ندارم چون جلوتر پیجز رو جدا بهتون میگم. این قسمت URL inspection نکاتش صرفا همین بود. بریم سراغ پرفورمنس یا حالا همون قسمت اطلاعات آماری که از اینجا خیلی چیزا در میاد. مهمترین صفحاتمونه. میتونم بگم بعد از URL inspection این قسمت بسیار مهمه. اوکی. ببینید اینجا شما میتونید یه سری اطلاعات خیلی خوب ترتمیز و ناب داشته باشید که اصل کاری که ما میکنیم هم از طریق همین بخش. 3 تا فیلتر دارید که این فیلترها مرحله به مرحله روی هم دیگه اعمال میشن. فیلتر قسمت بالایی که دارید مشاهده میکنید این شکلیه که شما میتونید زمان براش تعریف کنید، 2 بازه زمانی رو با هم مقایسه کنید و از این قسمت روی تایپ های مختلف اطلاعات قرار بدید و از قسمت اد فیلتر اینجا یک صفحه، یک کوئری، یک کشور، یک دیوایس و یک سرچ اپیرنس متفاوت رو فیلتر کنید. بعد از اون که فیلتر کردید اینجا بهتون اون توتال کلیک و توتال ایمپرشن که بهتون گفتم رو نشون میده. اینو ببندین داره نمودار کلیک رو بهتون نشون میده. اینو فعال کنید، اینو غیر فعال کنید داره نمودار ایمپرشن رو بهتون نشون میده. ایمپرشن کلیک رو بهتون گفتم. حتی اگر صفحه سایت شما صفحه 3 گوگل باشه، کاربر تا صفحه 3 بره و شما لینک 10 صفحه 3 گوگل باشه، یعنی رتبه 30 گوگل، بازم یه ایمپرشن برات ثبت میشه. بعد اینجا average CTR رو داره بهتون نشون میده، یعنی نسبت کلیک به ایمپرشن. کلیک تقسیم بر کلیک نسبتش به ایمپرشن ضرب در 100 میشه CTR که داره اینجا بهمون نشون میده. یه قسمت average position هم هست که داره میگه من میانگین رتبه های تو رو توی گوگل گرفتم و حدودا پوزیشن تو توی گوگل اینه. و اینجا هم که داره بر اساس روز این نمودار رو نشون میده. میتونید بذارید بر اساس هفته نشون بده این نمودار رو و میتونید بذارید بر اساس ماه نشون بده. اوکی، پس این فیلترهای بالا، این فیلترهای اصلی هم که بهتون گفتم. دیگه اینجا هم یه سری فیلتر باز دارید که مثلا ببینید صفحات چه صفحاتی بیشترین کلیک رو داشتن، کمترین کلیک رو داشتن، بیشترین ایمپرشن رو داشتن، کمترین ایمپرشن رو داشتن. کشورها رو ببینید، قاعدتا سایت ما از این کشورها ورودی نداشته به خاطر بحث فیلترینگ که هست. شاید یکی VPNش روشن بوده اومده با اون آی پی ثبت شده. دیوایس های مختلفی که بوده، انقدر با موبایل، انقدر با دسکتاپ اینا و انقدر صفحات. این 2 تا قسمت دیز و سرچ اپیرنس واقعا به هیچ دردی نمیخوره. یعنی تو هیچ پروژه‌ای نشده که مثلا من بیام اینجا ببینم تو کدوم روز چقدر کلیک داشتم. شاید برای کسایی که مثلا کمپین برگزار بکنن به کار بیاد، ولی برای من شخصا تا نیومد. سرچ اپیرنس هم که خب دیگه همش پروداکت دیگه. توی پیجز اینجا یه نوع فیلتر دارین که میتونید فیلتر کنید، مثلا کلیکاتون اینجا مساوی باشه، کمتر باشه، بیشتر باشه یا هر چیزی. اینا رو حالا بهتون توضیحشو میدم. کلیت اینا الان فهمیدین. قسمت گوگل ریزالتس رو گرفتید چی شد. حالا با همین خیلی کارهای متنوعی میشه انجام داد. نگاه کنید، من میخوام بفهمم توی 24 ساعت گذشته چند نفر وارد سایت من شدن و از این قسمت اینا هم کاریش نداریم، اینا رو فعلا کاریش نداریم. ببینید من اینجا میخوام بفهمم تو 24 ساعت گذشته چند نفر وارد سایت من شدن. داره میگه 6 تا کلیک شده رو سایتت، 92 بار هم ایمپرشن گرفتی، اوریج CTR هم انقدر درصد بوده و دیگه هم. من میذارمش روی حالت یک هفته. میگه توی یک هفته اخیر انقدر کلیک، انقدر ایمپرشن، انقدر CTR، انقدر. توی 28 روز اخیر. ما عموما نمیذاریم رو 28 روز اخیر که اطلاعات لایوی داشته باشیم و جدید و آپدیت باشه و بدونیم کجا داره چه اتفاقی رو صفحات سایتمون میفته. اینم هست. میذاریمش الان. بعد شما میتونین بیاین آقا بگین فقط یه تک صفحه از سایت منو بیا بررسی کن. من اینجا اد فیلتر میزنم روی پیجز
و میگم که بیا فقط این صفحه منو بهم اطلاعاتشو بهم نشون بده. اینجا فیلترش رو زدم، نگاه کنیم الان میگه رو این صفحه تو انقدر کلیک شده و کوئری هایی که باش وارد سایتت شدن این کوئری ها بوده، با این کلمات کلیدی وارد سایتت شدن. یا مثلا ما اینجا اینو ببندیم دیگه، همین تقریبا. یا مثلا من اینجا میام کوئری میزنم فقط کلمه خرید رو به من نشون بده، کلمه خرید رو میزنم ببینم چند درصد چه وضعیتی بوده خرید، بیشترین چیزی که داشتم خرید ورق لاستیکی بود. یا مثلا میام میزنم که بعد اینجا میتونید حالتهای مختلف باز داره دوباره، حاوی کلمه خرید باشه، حاوی کلمه خرید نباشه، دقیقاً این فقط توش باشه که به کار نمیاد. یعنی مثلا الان من میذارم exact این، خب exact این اصلا نیست. یا مثلا من بخوام بگم حتما exact فقط ورق لاستیکی چقدر سرچ شده، اینجا اینو بزنم exact میگه 17 بار مثلا سرچ شده. یا مثلا اینو میذارم رو حالت کاستوم ریجکس، خودم میتونم انتخاب کنم، میتونم بگم مچ باشه یا دازنت مچ باشه که خب عملا با همون قسمت کانتین و نات کانتین یه جور کار میکنه. اینا رو میتونید بگید برای حالت کانتین که دستی خودتون میتونید وارد کنید، جی پی تی براتون بنویسه و ازش استفاده کنید که در ادامه بهتون میگم داستانه چی. اینجا اینم از این. پس روزا رو بهتون گفتم، مقایسه هم میتونید بکنید. مثلا مقایسه کنید 20 روز الان و 30 روز الان با 30 روز گذشته. اینو میزنیم میگه تو کلیکات 28 روز گذشته یک ماه پیش 860 بوده، الان 900 تاست. حدودا مثلا یه 200 تا 300 تا کلیک بهت اضافه شده، کمتر انقدر 40 تا 40 50 تا کلیک بهت اضافه شده. یا مثلا ایمپرشنات حدودا 2 برابر شده. اینم از این مورد. پس میتونید مقایسه بکنید دو تا تایم مختلف رو با هم دیگه، میتونید یه همچین فیلترهایی داشته باشید. میتونید تاریخ اختصاصی بگید از این تاریخ تا فلان تاریخ، تو مثلا 4 روز که کمپین داشتین چه وضعیتی داشتین. میتونید بگید فقط عکس‌ها رو بهم نشون بده و اینا بذارید رو حالت غیر کامپر، یعنی ما میذاریمش رو 28 روز و فقط از نظر سرچ ما چه ورودیایی از سمت عکس داشتیم. دیگه بهتون بخوام بگم از این قسمت نوار بالا چه فیلترهایی میتونید بذارید، ویدیو و اینا هم که میتونید بذارید. بعد میتونید اینجا حالا کامپر هم بکنید، یعنی مثلا بگید که وب هم با ایمیج هم مقایسه کن. این مثلا برای ما خیلی کاربردی نداره، ولی برای یه سایتی که صرفا رو ویدیو میچرخه مثل یوتیوب این آمار براشون خب جذابه و مثلا آپارات اینا براشون مهمه که چقدر از طریق عکس ورودی خواهند داشت و این موارد. اینم از این. اد فیلتر هم که میتونید بهتون گفتم، مثلا بگید که فقط دیوایس دسکتاپ رو برای من مقایسه کن، ببین توی دسکتاپ چقدر ورودی داشتن، تو غیر دسکتاپ چقدر ورودی داشتن. این از قسمت گوگل ریزالتس. اینجا شما میتونید یه سری آمارهای خیلی جذابی داشته باشید. حالا میخوام با شما یکم بهتون دقیق تر اینو یاد بدم که آقا این قسمت پرفورمنس سرچ کنسول رو چطوری ازش باید حرفه‌ای تر استفاده بکنید. خب ببینید ما اینجا میایم توی سرچ کنسول یه کار خیلی ساده شو بهتون آموزش بدم. میان توی قسمت این فیلتر ردیف ها و اینا روی حالت کلیک قرار میدید. اینجا وارد میکنید که اگر کوچیکتر بود، یا بذار اصلا یه کاری میکنیم ما اینجا میام پوزیشن رو فعال میکنیم، این بهتر. ما میایم میگیم که پوزیشنمونو بیا به همون بگو اگه کوچیکتر 10 چیه دان، اونایی که پوزیشنش کوچیکتر 10 ایناست. بعد میام از بالا به پایین سورت میکنم، میبینم آقا ایناست لینک هایی که صفحه 1 گوگلن، یه هول بهشون بدم اینا رتبه گرفتن. پس خیلی راحت اینجا شما میاین این فیلتری که بهتون گفتم قرار میدین برای پوزیشن اینجا. آره
برای پوزیشن قرار میدین. اوکی. برای پوزیشن که گفتم اینو قرار میدین و اینجا میبینید که آقا پوزیشن های من چرا این قاطی کرد؟ دان داره چرت بهمون نشون میده بچه. یه بار صفحه رو رفرش کنم و اینجا ریست فیلتر بزنم، بعد بیام اینجا پوزیشن رو بزنم، یه لحظه قاطی کرد، کوچیکتر از 10 ها رو بهم نشون بده، برعکس. خب ببینید این صفحه ها رو یه هول بهش بدیم رتبه گرفته، یکم رو محتواش کار کنیم رتبه گرفته، یکم لینک داخلی بهش بدیم رتبه گرفته. نه لزوما با این کاری که میگم رتبه بگیره، ولی خب این کار رو انجام. یا مثلا یه رپورتاج روش برم، یکم بک لینک بدم، رو تکنیکالش کار کنم، لینک سازی براش بکنم، یه کاری بکنم که مخاطب که میاد تو سایت من اون صفحه اون جوری که باید به جوابشو بده. این میشه تبدیل کردن این رتبه های 1 تا 10 به رتبه خوب. و حالا اگه میخواین باز بهتر اینو بکننش 5، رتبه های زیر 5. اینا دیگه خیلی هول ریزی میخواد، یه هول ریز بهش بدی رتبه میگیره. کافیه یه تلاش زیادی بکنی، یه تایم خوبی روش کار بکنی، اینا رتبه میگیره. لینک داخلی خارجی بهش بدی میتونه برات خیلی پول ساز باشه. و خب حالا این از این مورد. من یه چیز دیگه هم اینجا میخوام بهتون بگم. خب اینجا یه خروجی CSV از اطلاعات سرچ کنسولمون میگیریم از این قسمت پرفورمنس. حالا میریم تو هوش مصنوعی GPT. اگر که پیشنهاد منو میخواین برید از گپ GPT استفاده کنید، یه تیم خیلی خوبی دارن روش کار میکنن، دمشون گرم، انشالله که جیبشون همیشه پر پول باشه و محصول با کیفیت ساختن، حقشون فروشه، حقشون پیشرفته. وارد سایتشون بشید. منم اصلا انجام به تبلیغ و اینا نداره، واقعا سایت با کیفیت خوبی. و اون فایل زیپی که دانلود شده براتون رو اینجا بدینش به این گپ جی پی تی. حالا این پرامپتی که بهتون میدم و بهش بگید اطلاعات فایل بالا رو بررسی کن و به من یک مسیر و استراتژی خوب برای افزایش فروش بده. باید رتبه ها رو بتونم با این استراتژی ارتقا بدم و همچنین ورودی سایتم هم ارتقا بدم. اینم بذارینش روی تفکر بیشتر. پرامپت خیلی عجیب غریبی نیاز نیست بهش بدید، همینو بهش بدید و اوکی کنید. این با توجه به اینکه طول میکشه من ویدیو رو استاپ میکنم، این کارش رو انجام بده، بعد که کارش رو انجام داد ادامهش رو با هم دیگه میبینیم. خب بعد کلی بررسی و تستایی که انجام داد و این موارد که دارین میبینید کلی کار کرد رو فایلای ما، بالاخره تونست این کار رو انجام بده. حالا بهش میگم که خروجی نهایی رو به هم بده و اینو براش میفرستم ببینیم که کار به کجا میرسه. خب میگم از سایت تو بررسی کردم، تعداد خیلی زیاد کلمات با رتبه 1 تا 5 و فلان، CTR بالای 8% برای بسیاری از کوئری‌های صنعتی، نیت خریدی قوی و این داستان. مشکلات اصلی: ایمپرشن زیاد، کلیک پایین. مثلا ورق سیلیکونی 3680 تا ایمپرشن گرفته، ولی ورق لاستیک سیلیکونی باز اونم دوره 15000 تا ایمپرشن گرفته، ولی انقدر کلیک که خب داره میگه. حالا داره یه استراتژی هم بهت میده، کاری با این اطلاعاتش دیگه نه، اینا رو داره بهت میگه وضعیتت اینه. افزایش 30 تا 50% کلیک 30 تا 50% کلیک ارگانیک، رساندن حداقل 10 صفحه پول ساز به تاپ 3 و افزایش فروش بدون تبلیغ پولی.
اولویت طلایی کلمات، حالا چیزایی که گفته اینها سریع ترین حالا فضا رو دارن برای اینکه رتبه بگیرن. اینجا بهمون گفته CTR خوب دارن، نرخ تبدیلشون بالاست، فاصله کمی دارن تا تاپ 3 شدن. استراتژی دقیق گفته که تایتل و دیسکریپشن تو تغییر بده و آقا کاری با این ندارم دیگه. چی گفته دیگه؟ تکست دیگه. باش بشینین چت کنین، صبح تا شب بشینین باش حرف بزنین. کلی براتون فایل رو بررسی کرده و تقریبا هر گزارشی که شما می‌خواستین کلی تایم بذارید تا بگیرید و براتون در کسری از ثانیه داره در میاره. اگر هم می‌خواید پرامپت حرفه‌ای بنویسید، نیاز نیست هی اینور اونور دنبال پرامپت بگردید. به خودش بگید یک مثلا توی یه چت جدید بهش بگید یک پرامپت بهم بده که بدم به هوش مصنوعی اطلاعات خروجی سرچ کنسولم رو خیلی قدر بررسی کنه و بهم استراتژی بده. خب این الان یه پرامپت بهتون میده شاهکار. اصلا نیاد توی یک تو یک سئو فلان ارشد هستی، ببین تموم بوم یه پرامپت سوپر قوی بهت میده که بدی به GPT. اوکی، پس نیازی هم نیست دنبال پرامپت بگردید، خودش بهتون پرامپت رو میده، بعد با پرامپتی که خودش میده فایل رو تحلیل و بررسی کنید. پس دیگه عملا تریک و ترفند و اینا دیگه در رابطه با سرچ کنسول به نظرم مرده و شما اطلاعات آماری رو با استفاده از AI میتونید با بالاترین حد ممکن بررسی کنید. فقط لازمش اینه که یه بارم انسان بشینه اینا رو چک کنه، یه موقع جایی AI اشتباه عددا رو خروجی نگرفته باشه. پیشنهادم هم خروجی CSV به خاطر اینکه اطلاعات خوانشش برای هوش مصنوعی راحت تره تا فایل اکسل و خب حجم فایل هم کمتره توی حالت CSV، میتونه راحت تر بخونتش این اطلاعات. دوستان عزیزم، قسمت گوگل ریزالتس تمام. هر نکته ای داشت، هر موضوعی داشت، همش رو بهتون گفتم و کاور کردم. نکته خاصی دیگه اینجا نمیمونه. اگه با سوالی داشتید از این قسمت که دیگه خیلی بعیده بخواین سوالی داشته باشید، از من بپرسید، من بهتون کامل توضیح خواهم داد. اینم از این. بریم سراغ قسمت دیسکاور. دیسکاور چیه؟ بچه‌ها دیسکاور یعنی اینکه سایت شما بره توی نتایج نیوز و اخبار گوگل. توی این قسمت که حالا نیوز یا اخبار باشه، محتواهای سایت شما به کاربرها توی زیر سرچشون به خصوص نمایش داده میشه و همون اطلاعاتی که توی گوگل ریزالتس میدید اینا اینجا هم میتونید ببینید. توی قسمت دیسکاور اگر بخواین وارد بشید یه سری کارها باید انجام بدین. من الان میتونم بهتون بگم چند تاشو، مثلا استفاده از عنوانهای ترند، محتواهای تقریبا زرد، اینا خیلی خوب عموما دیسکاور میگیرن که من اگر بخوام بهتون یکم اینو دید بدم خیلی راحت بهتون میگم آقا توی GPT بهش بگید چطور در دیسکاور گوگل قرار بگیرم و خب این میاد بهتون کامل راهکار عملی میده. اول بدانیم دیسکاور چیست، محتوایی نشون میده که نیاز به سرچ نداره، بر اساس علایق کاربر نسبت به سئو سنتی بیشتر روی کیفیت، جذابیت و تازگی محتواست. موضوعات مناسب، اخبار، ترند، آموزش‌های کاربردی جدید، تحلیل روند و سری موضوعات احساسی، محتوای تخصصی. اوکی، پس دیسکاور گوگل یه همچین فضایی داره. این از این مورد. نکته خاصی نداره، همه نکاتش عین حالت گوگل ریزالت. پرفورمنس تمام. میریم سراغ ایندکسینگ. ایندکسینگ داستانش چیه؟ یه داستان خیلی متفاوت و مجزا که کامل 0 تا 100 بهش الان خواهیم پرداخت. وارد قسمت پیجز میشم. توی پیجز به همون یه سری اطلاعات خوبی اینجا داده میشه. چه تعداد صفحه ایندکس شده داری، چه تعداد صفحه ایندکس نشده داری. خب آقا اوکی، سوالی که نیست دیگه، انقدر صفحه ایندکس شده داری، انقدر صفحه نو ایندکس شده و اینجا یه ایمپرشنز هم میتونی بزنی، بهت وضعیت ایمپرشنت هم توی این نمودار نشون میده. ولی به طور کلی هم یه why page aren't indexed بهت میده
که داره بهت میگه چرا صفحات تو ایندکس نشدن. اینجا یک سری گزارش به شما داره داده میشه، صرفا لزوما خطا نیست. مثلا داره به شما میگه که alternate page with proper condition tag. اینجا اینو که بازش کنی داره بهت میگه که صفحاتی که چیز داشتی، حالا لینکش یکی بوده، من دیگه اونا رو نیومدم براش لینک مجزا در نظر بگیرم. یعنی داره میگه این لینک با این لینک یکی بوده، من اومدم فقط اون اصلی رو نمایش دادم. اوکی. و حالت بعدیش صفحاتی که ریدایرکت داشتی. اینجا صفحاتی که ریدایرکت داشتی بهت داره نشون میده، میگه تو این صفحات تو ریدایرکت داری و میتونی هر کدومشو باز کنی و ببینی که چرا ریدایرکت داره. مورد بعدی که هست سرور ارور. شما میتونی ببینی که چرا سرور ارور داشتی، مثلا روی این صفحه سرور ارور داشتی، اینو میتونی دلیلش رو اینجا متوجه بشی. باز میتونی ولیدیت فیکس هم بزنی اینجا که گوگل بره بررسی کنه، شاید الان دیگه اون مشکل نباشه و حل شده باشه. یه حالت داریم نو ایندکس تگ. چه صفحاتی تگ نو ایندکس دارن؟ اینجا میتونی بری ببینی مثلا این صفحه تگ نو ایندکس داره. چه صفحه کدوم صفحه 404 یه دونه است، الان مشکلی نداره. و ببینید تک تک این. حالا باز من اینا رو میتونم بهتون اینجا تک به تک آموزش بدم، میتونم هم یه کلیتی بهتون دید بدم. این صفحه گزارشات فنی این قسمت همشون به شما وضعیت های مختلفی رو دارن نشون میدن. باید یه دیده یک ماه یه باری نسبت به این صفحه این پیجز داشته باشید. بیاین ببینید مثلا یهو سرور اروراتون زیاد نشده باشه، نات فاونداتون اگه 404 دارید، این 404 مال چیه؟ رو کدوم صفحه 404 دارید؟ اینو باید چی کارش کنیم؟ اوکی. پس باید یه وضعیت رو یه مروری با خودتون بکنید، ببینید که آقا وضعیت من چیه. ولی یه موقع از به مشکلی میخورید، خیلی راحته آقا اینو کپی کنید، بیاین داخل گوگل سرچ کنید. اینجا اطلاعات خود گوگل هست، اطلاعات سایت های دیگه هست، یا اگر خیلی راحت میخواین اینو به جوابش برسید، آقا اینا خیلی راحته تو جی پی تی بهش بدین ارور سرچ کنسول را چطور حل کنم. حالا ارور که نیست، این گزارش بهش بدین، آقا تمام دیگه، به جوابتو داره بهت میده دیگه. اوکی، من استوپش میکنم. پس این رو تک به تک میتونید یه همچین گزارشی داشته باشید در موردش. به صورت کلی باید بهتون بگم که این صفحات رو باید یه بررسی، صفحه پیجز رو عموما یه بررسی بکنید همیشه که موقع جایی مشکلی پیش نیامده باشه. به فرضی که از سایت های ما رو هک کرده بودن، یه تعداد خیلی از صفحاتمون نو ایندکس شد. اوکی، این اومده بودن تگ نو ایندکس گذاشته بودن تو تمام صفحات سایت ما و ما از قسمت پیجز متوجه این موضوع شدیم و بعد حالا دیگه با استفاده از اینکه هکو اول جلوگیری کردیم، فایل که مخرب بوده حذف کردیم و صفحات نو ایندکسمون رو دوباره ایندکس کردیم و خب گوگل اونا رو اوکیشون کرد. این از این مورد. قسمت بعدی سایت مپ. سایت مپ چی کار میکنه؟ سایت مپ میاد لیست صفحات شما رو در اختیار گوگل قرار میده که گوگل این لیست صفحات منه، تو اینو بررسی کنی راحت میتونی بفهمی که چه صفحاتی به سایت من اضافه شده، کم شده یا هر چیزی. خیلی راحت اینجا شما توی هر سایتی که برید میایید ادامه آدرسش سرچ میکنید robots.txt. اینجا بهتون یه همچین چیزی نشون داده میشه که حالا عموما اینجا آدرس سایت مپ هم داخلش هست، ولی اگه نبود از طریق پنل پیشخانه وردپرستون اگه از یوست استفاده میکنید یا رنگ مس، هر جفتش باز از همین قسمت میتونید بهش دسترسی داشته باشید. وارد قسمت حالا هر پلاگینی که دارید میشید، اینجا عمومی رو میزنید، فکر میکنم یا تنظیمات، حالا یه لحظه من باز کنم، یا عمومیه یا تنظیمات یا ابزارها، شاید اصلا یادم رفت یهو اینو. بذارید تنظیمات هم ببینیمش.
اینجا سایت مپ رو داریمش. آها، این سایت مپ. ببینید اینجا اینو مشاهده نقشه سایت مپ سایت رو که بزنید یه همچین چیزی بهتون نشون داده میشه. خب شما باید بیاین لینک تک تک اینا رو کپی کنید این شکلی، بعد برید توی سرچ کنسولتون و اینجا لینک رو پیستش کنید. مهمم نیست که کامل بزنید یا مثلا فقط این تیکش رو بزنید، یا اینا هم تو کپی پیست اینجا بزنید و سامیتو که بزنید این تموم میشه، اوکی میشه. اگه دیدید اینجا مثلا الان یه سری ارور دارین کودنت فچ اینا، یه بار سامیت بزنید عموما این ارورها برطرف میشه و خطایی براتون نمیاد. الان این ساکسس شد. اگه اونا رو حالا باز مجدد بزنید این عموما ساکسس میشه دیگه، یعنی مشکلی مثلا اینو الان کپی کنیم دوباره بزنیم احتمال خیلی زیاد این الان ساکسس بشه. اوکی، ببین یکم باگ داره دیگه، اینو میتونید اینجا اوکیش کنید. قسمت ریمووال سایت مپ تمام، توضیحاتشو بهتون دادم، فقط یه بار دیگه نگاه کنم چیزی از قلم ننداخته باشم. مثلا فیلتر داره کاری باش نداریم، هر سایت مپی رو باز میتونید باز کنید، وضعیتشو اینجا ببینید، صفحاتی که ایندکس شده ازش رو میتونید ببینید و یه خطایی باشه اینجا بهتون نمایش داده میشه. نکته خاصی در رابطه باش نیست. تو قسمت ریمووال اینجا میتونید یک صفحه از سایتتون رو ریموو کنید از نتایج گوگل و تا حدوداً 6 ماه بعدش از نتایج اون صفحه حذف میشه. نیو ریکوست رو میزنید، میتونید بگین این URL رو فقط حذف کن، میتونید بگید هر URLی که هر لینکی که حاوی این URL رو کلا حذف کن. مثلا من میخوام دسته‌بندی ورقای لاستیکی ما از تو سایت پاک کنم، اینجا خیلی راحت میتونم این کار رو انجام بدم. بیاد بالا هم بهتون نشون میدم. اینجا لینک ورق لاستیکی رو کپی میکنیم، میایم میدیم به این. الان اینو که بزنم هم ورق لاستیکی حذف میشه از تو نتایج، هم مثلا مدل های مختلف ورق لاستیکی که تو این صفحه هست. اوکی، ولی اگه فقط اینو بزنم فقط همون صفحه ریموو میشه از نتایج گوگل. نکست رو میزنید و تمام. حالا ما نمیخوایم کنسل. یه outdated content داریم که صفحاتیه که دیگه از تاریخ انقضا گذشته است و خب من تا حالا ندیدم پروژه‌ای چیز لینکی بیاد تو این قسمت. و یه قسمت سیف سرچ فیلترینگه که شما اگر محتوای جنسی یا محتواهایی که فیلتر باشن از دیدگاه کاربرهای با سن زیر 18 سال که با توجه به اینکه تو ایران همه چی فیلتر میشه همون اول کار، دیگه این چیز نیست، این خیلی مطرح نیست این قضیه. خودش گوگل این کارو میکنه برای بیشتر محتوای خارجی و این موارد استفاده میشه، ولی خب من باز میگم اینو ندیدم دیگه. بیشتر همین قسمت temporary removals به کارتون میاد که دو تا قسمت مختلفشو بهتون توضیحشو دادم. اینم از قسمت ایندکسینگ. خب توی تب اکسپریانس یه کورو وایتالز داریم که وضعیت اکسپریانس سایتمون رو از نظر فنی نشون میده که الان این سایت افتضاحه، خیلی تأثیری توی گوگل توی رتبهاتون توی گوگل نداره. من دارم میبینم دیگه الان مثلا ما اینجا اون موقع که سفید بود و الان که سبز بود و الان که قرمز رتبه‌مون یکیه. اوکی، خیلی تأثیر خاصی نداره. خب ولی خب باید حلش کنید دیگه. شما کاری که باید انجام بدین با قسمت کور وایتالز سایتتون اینه که برید URL های پورتون رو از قسمت URLs اینجا پیدا کنین، صفحاتی که دیگه افتضاح میشه پور، صفحاتی که میشن need improvement اینجا پور رو باز میکنی و اینجا لینکاشو بهتون میده دیگه، میگه این صفحات بگیر تا صفحات دیگه افتضاح. یعنی مثلا میگه این صفحات داره حدوداً 6 ثانیه لود میشه، اون 4 ثانیه و خب اوضاعش افتضاحه. پس بهتره که بری و این صفحات تو سرعتش رو اوکی کنی. حل کردن سرعت تو قسمت سرعت سایت کامل آموزشش داده خواهد شد و میتونید اونجا ببینید و ازش استفاده کنید که این مشکلات رو راحت بتونید حلش کنید. دیگه اینا رو بعد دونه دونه بریم تست بگیریم از سایت. مثلا اینجا میام اینسپکت رو میگیرم از سایت، از قسمت تب نتورک و
اینو بذاریمش بچه ها رو این حالت و یه بار سایت رو رفرش میکنیم. توی قسمت تب نتورک ببینیم که اصلا چه فایلایی داره از این سایت لود میشه، وضعیت همشون چیه و کدوم فایل داره بیشترین تایم لود رو میگیره یا حالا هر چیز دیگه. اوکی، این از این مورد. پس اینجا میتونیم این مشکلات رو ببینیم، حلشون کنیم و تمام. این قسمت کوربر وایتالز که بهتون توضیحش دادم. HTTPS به نظرم چرت ترین صفحه سایت سرچ کنسول خیلی کم به کار میاد. اونم اینه که ببینید اگر صفحه ایتون HTTPS پروتکل رو نداره، که اگه نمیدونید HTTPS پروتکل چیه، اینجا برید توی سایت بنده و اینجا برین قسمت SSL. اینجا توی SSL من کامل بهتون توضیح دادم که فرق HTTPS و HTTP چیه. اینو میتونید کامل برید بخونید. از قسمت شروع وردپرس، قسمت SSL چیست، اینو میتونید بخونیدش به راحتی. اینم قسمت اکسپریانس. قسمت شاپینگ و اینهانسمنت همشون میشن دیگه استراکچر دیتا. شما هر کدوم رو باز کنید وضعیت استراکچر دیتا های همون رو بهت نمایش میده، که حالا چون این قسمت تازه داره باز میشه طول میکشه تا گوگل اطلاعاتش رو لود کنه. منتظر بمونیم تا اطلاعاتش لود بشه و ببینیم داستانش از چه قراره. خب برای این قسمت آرزم به خدمتتون که اینهانسمنت و حالا استراکچر دیتا، با توجه به اینکه این مشکل داره من میام از یه سایت های دیگمون که هست از اون استفاده میکنم که بهتون نمایش بدم. خب برای این قسمت لینک و قسمت اینهانسمنت و استراکچر دیتا من از یه سایت های دیگمون استفاده میکنم. اینجا وارد گوگل میشم و اینجا سرچ میکنم که سرچ کنسول و استارت ناو رو میزنم. اینجا بیایم تو قسمت مثلا برید کرام. اوکی، ببینید تو قسمت برید کرام اینجا به یه وضعیت کلی نشون میده که اگه خطا داشته باشی میتونی ببینی و خطااتو باید رفع کنی. FAQ رو بری باز بهت وضعیت رو میده. ریویو اسنپیت میگه یه دونه خطا داری، خطاتم آیتم ریویو فلان اینجا. تو کدوم صفحه؟ تو این صفحه. تو این صفحه یه خطای اسکیمایی داریم، اینو باید حلش کنیم. تو مثلا اینا مهمه بچه، اینا رو باید حتما حل بشه. و اینجا مثلا داره میگه که تو ویدیوهات اینجا این مشکلات اسکیمایی رو داری، اینا مهمه باید حل بشه، که حتما برید سمتش و اینا رو بچه حلش کن. اینم از این مورد. قسمت استراکچر دیتا نکته خاص دیگه ای نداره، صرفا حواستون باشه که این بخش مهمه و باید رسیدگی کنید به خطاهای اسکیما، که اگر صفحه خطا داره خطاشو حل کنید. اینم از این مورد. بپردازیم به قسمت های دیگه آخر تقریبا سرچ کنسول و اونم بخش سکیوریتی و منوال اکشنه. منوال اکشن اگر سایت شما خطایی بکنه از دیدگاه گوگل و اون کار یک خطای خیلی موجه باشه، سایت شما منوال اکشن میگیره و پنالتی میشه سایتتون، تا یه تایمی بهتون مهلت میده اون خطا رو برطرف کنید. اگر برطرف نکردید منوال اکشن میگیرید دیگه. من اینجا منوال اکشن ها رو باز میکنم که بهتون نشون بدم منوال اکشن ها چیه. بچه من VPN هم روشنه، اون وقت حالا داره انقدر همه چی بد لود میشه. حالا که این ویدیو یوتیوب باز شد فهمیدم. منوال اکشن چیه اینجا توضیح داده که بهتون توضیحش دادم. داره میگه دیگه، داره میگه حالتهای مختلفی داره که ما به تو اخطار بدیم. علتهای مختلفش هم اینجا گذاشته. خطای third party spam که میتونه داشته باشه سایتتون، و مثلا میگم استراکچر دیتا ایشو میتونی داشته باشی. هاستتون مشکلات بکدور داشته باشه، بیان یه سری کد اضافه و کم بکنن. مثلا اینجا بهتون بگم که هر خطایی که اینجا داریم، مثلا امپتون مشکل داشته باشه، کالکت ایمیج داشته باشی،
یه عکسی نشون بدید، یه چیز نشون بدید، یه چیز دیگه بدید به مخاطب که اینا رو اون خود گوگل هم نمیتونه بفهمه و سایت شما ریپورت میشه که گوگل اینا رو میفهمه دیگه. آرزم به خدمتتون. حالت مختلفی داره دیگه، ان شاءالله که هیچ وقت این مشکل بر نخورید. لینک های غیر نچرال به سایتتون داده بشه، لینک های غیر نچرال از سایت شما به سایت دیگه ای داده بشه و همشون با توضیح اینجا داده شده بهتون. اوکی، همین. این از قسمت منوال اکشن. اگه یه موقع مشکلی باشه تو قسمت منوال اکشن میاد، ان شاءالله که همیشه اینجا براتون تیک باشه و مشکلی وجود نداشته باشه. سکیوریتی ایشو هم باز دوباره مشکلات امنیتیه، اگر باشه اینجا بهتون نشون داده میشه. میتونید باز سرچ کنید سکیوریتی ایشوز رو توی گوگل سرچ کنسول و اینجا بهتون میگه دیگه سکیوریتی. مثلا اینجا میگه که بخوای تو آرزم به خدمتت که کد اینجکت کنی رو حساب کار، رو مرورگر کاربر، کدی رو بخوای مثلا مخرب اینجکت کنی دیگه، آرزم به خدمتتون یه فایل هارمفول یعنی مخرب دانلود کنی رو سیستم یوزرت. اینا همه میشه خطایی که از نظر سکیوریتی میگیری و خب اون منم باز میگم اینا رو گوگل خیلی کم متوجه میشه اگر کسی ریپورتتون کنه. قسمت لینکس. قسمت لینکس یه کاربردهای اساسی دارد ولی خیلی هم این قسمت مهم نیست دیگه، یعنی چیزی نیست که بگیم خیلی کاربرد داره، چون اطلاعاتش مثلا از تو سمراش بگیرید اطلاعات خیلی دقیق تری بهتون میده. ولی اگه میخواین هیچی پول ندین و صفر باشه هزینه پروژه، یا علی این قسمت خیلی میتونه کمک کننده باشه. نگاه کنین اکسترنال لینکس. اکسترنال لینکس یعنی لینک های خروجی که شما دادید. اینترنال لینکس یعنی حالا لینک های داخلی که شما دادید به صفحات مختلفتون و سایت های مهمی که به سایت شما لینک دادن اینجا بیشتری ناشون میاد و دیگه همین. این قسمت لینکس یه همچین آماری بهتون میده. شما هر کدوم رو باز کنید یک گزارش مختصر و مفیدی از هر کدوم بهتون میده. کلماتی که بیشترین لینک سازی هم باش کردی ایناست، لینکینگ سایتات هم اینان و همین. نکته خاصی اینجا دیگه نداره واقعا. قسمت achievement یا همون دستاوردهای شما. مثلا آقا 800 تا کلیک میگیری، گوگل بهت میگه دمت گرم 800 تا کلیک گرفتی، دمت گرم نقصت. یه حس خوبی بهت میده که تو با خودت بیای بشین تلاش کنی برای اینکه آقا من برم نزدیکشم به 1000 تا کلیک. اوکی، توی یک ماه. قسمت ستینگ که تو قسمت لینکس یه قسمتی رو ما اینجا اسم میکنم داره بهمون نشون نمیده. بذار من برم تو اون یکی اکانتم اینجا لینکس. نه اوکیه. اوکی، لحظه شک کردم. خب اوکی. قسمت اچیومنت هم گفتم. قسمت ستینگ. قسمت ستینگ اینجا شما میتونی سرچ کنسولت به افراد مختلفی دسترسی بدی. اونرشیپو که داره میگه شما این و اطلاعاتشو داره اینجا بهمون میده. اینجا میتونید مدیر اضافه کنید. یه فول داره، یه اونر داره، یه ریستریکتد فقط میتونه ببینه، فول میتونه همه کار بکنه فقط نمیتونه اونر اضافه کنه، اونر هم که همه کاری میتونه اضافه کنه. ایمیلشو میزنید طرف اضافه میشه. تمام. قسمت بعدی، این دو قسمت خیلی به کار نمیاد و بیشتر برای اتصال به سرچ به آنالیتیکس که با توجه به فیلترینگ آنالیتیکس و قطعی و وصلی و ایناش تو ایران خیلی به کار نمیاد. چنج آف ادرس هم که اگه بزنید، اگر سایتتون رو به هر دلیل تغییر بدید، میتونید از این قسمت آدرس سایتتون رو به سایت دیگه تغییر بدید. لازمش اینه که تمام آدرس های قبلی رو به سایت جدید ریدایرکت کرده باشید. هر دو تا دامین رو روی سرچ کنسولتون داشته باشید
و از این قسمت اون یکی دامین رو اضافه کنید و آپدیت رو بزنید، دامینتون سویچ میشه بدون افت رتبه، میتونید به کارتون ادامه بدید. سایت هایی که مثلا مثل ویپ و اینجور چیزا میفروشن ممکنه فیلتر بشن، میتونن هی دامین تغییر بدن بدون افت رتبه و ازش استفاده کنن. این قسمت میتونه تقریبا گزینه خوب بشه. البته اینا همش شرط و داستان و این چیزا دارد، ولی به طور کلی ما داریم میگیم. اینجا میتونید اطلاعاتتون هم خروجی بگیرید برای کسایی که حالا میخوان روی یه فضای دیگری اطلاعات مانیتور کنن و این موارد، که این 3 مورد فضای حرفه‌ایه و توی سایت‌های بزرگ معنی پیدا میکنه که سعی میکنم بعداً به شرط حیات این قسمت ها رو یه ویدیوی خیلی جدا کامل بگیرم بهتون بگم کانکت کردن سرچ کنسول با جاهای دیگه چه آماری بهمون میتونه بده، مثلا لوکر استودیو که میتونه یه سری آمارای خیلی جذابی به ما بده. robots.txt هم که وضعیتش رو بهتون داره نشون میده، فقط چک کنید که اینجا فچ باشه، خطایی نداشته باشه و وضعیتش هم اینجا دارید میبینید کداشو. اگه اینجا فرق داره و این داستانا بعد برید باز چک کنید و آپدیتش کنید. تمام موارد رو گفتم، بریم سراغ قسمت مهم آخر، کرال استیت و دیگه بعدش تمام. خب بریم سراغ قسمت آخر، یعنی قسمت کرال استیت. کرال استیت رو من باز میکنم، وضعیت کرال سایت شما رو بهتون نشون میده. مجموع کرال ریکوست هایی که داده شده در سایت شما ایناست و میتونید اینجا وضعیتش رو ببینید. آقا چرا یه تایمی کم شده، چرا زیاد شده، در کل بعد وضعیتتون رو بسنجید. اینجا توتال دانلود سایزتونه که اگه یهو خیلی زیاد شده بعد ببینید چرا این اتفاق افتاده. این موقع فایلی مشکلی چیزی نباشه. توی یه پروژه ها ما یه کدی رو به اشتباه گذاشته بودیم، داشت زیاد روی شده تور لود میشد و ما یهو توتال دانلودمون خیلی زیاد شد و خب اینا رو باید چک کنید. average response timeتون هم میتونید ببینید. ما اینجا response timeمون خیلی خوب بوده و یهو average response timeمون خیلی افتضاح شده. اینا رو باید بررسی کنید دیگه. هاست استاتوس هم میتونید ببینید، میگه هاستتون هم از روز گذشته مشکلی نداشته، DNS کیفیت DNS اوکی بوده، سرور کانکتیویتیت اوکی بوده، robot.txt فچ شده، همه چی اوکی. نات فاوند هم اوکی و این نمودار رو باید همیشه تو این فرمت بمونه تقریبا. یعنی مثلا یه حالا اگه تغییر میکنه باید ما آگاه باشیم، مثلا یهو 301 خیلی میره بالا بعد بدونیم که چرا این اتفاق افتاده. اگه یهو دیدید مثلا صفحه خطاهای 400 تون زیاد شده باید برید ببینید چرا، علتش رو باید برید پیدا کنید. یا مثلا اینجا یعنی در اصل اینا باید با فضای فعلی سایتتون اینا تطبیق داشته باشه دیگه. نمیشه گفت 2% برای همه اوکیه برای همه اوکی نیست، بعد بخونه با فضای شما و اینایی هست. خطای 400 میشه خطای سمت سایت، خطای 500 میشه خطای سمت سرور و خطاها و حالا گزارش های 300 هم میشه موضوعات ریدایرکتینگ. اینجا جاوا اسکریپت ها رو داره نشون میده، CSS HTML اینا رو داره بهمون نشون میده که وضعیتش چی بوده. گفتم یهو مثلا دیدین JS خیلی زیاد شده، اینو بعد اینجا روش کلیک میکنین میاین اینجا بهتون میگه کدوم فایل JS داره خیلی حجم و فضا و این داستانو میگیره، اونو بری اصلاحش کنی و اوکیش کنی. یه موقع هم از اوکی اصلا نیازی نداره. بای پرپوز این کارو که میکنه بهت میگه، کاری که میکنه اینه، میگه چقدر از محتواهای تو رفرشن و جدید گذاشته شدن، چقدر از محتواهای تو دیسکاوریه، یعنی رفرش ببخشید چقدرشون همون هایی که بوده رو آپدیت کردی، دیسکاوری چقدر محتوای جدید تولید کردی. داره میگه که تقریبا 96% محتوات همون هایی بوده که بوده و تو صرفا آپدیتشون کردی. اینجا داره وضعیت گوگل بات تایپ ها رو بهت میگه که خیلی به کارت نمیاد. یه سری اطلاعات کلی که با کدوم گوگل بات تایپ من سایت تو رو بررسی کردم. این بود سرچ کنسول. تمام نکاتی که باید توی گوگل سرچ کنسول میگفتم و بهتون گفتم، هیچ نکته دیگه باقی نمونده و الان برمیگردم یه سری نکات تکمیلی تر رو بهتون میگم.
از اینجا به بعدش دیگه دوست داشتید ببینید، دوست نداشتید نبینید. اوکی. بریم روی سرچ کنسول. ببینید ما از قسمت سرچ ریزالت اینجا اطلاعات خوبی میتونیم داشته باشیم. مثلا میتونیم ببینیم رو چه کوئری داریم بیشترین کلیک رو میگیریم، رو چه کوئری داریم بیشترین ایمپرشن رو میگیریم. ببینید یه کارایی اینجا باید انجام بدید. میاین مثلا میذارین رو ایمپرشن بیشترین حالت، میبینید این چند تا صفحه، این 10 تا صفحه‌ای که اینجا داره بهتون نشون داده میشه که حالا میتونید عددش هم از این قسمت پایین مثلا تا 500 تا زیاد کنید. اینجا بریم ببینید آقا چرا من مثلا این صفحه‌ام اینقدر ایمپرشن گرفته ولی یه دونه کلیک هم نگرفته. حالا اینجا باید بریم تصمیم بگیریم که آقا آیا این صفحه‌ام اضافه است، بهتره نو ایندکسش کنم، بهتره کلا دیلیتش کنم، بهتره که آپدیتش کنم، یه کاری باید روش بکنید. پس این صفحاتی که اوضاعش اینطوری داغونه یه کرال باجتی داره میگیره، یه وقتی داره میگیره، یه داستانی داره، ولی اون خروجی دلخواه ما رو بهمون نمیده. پس باید روش کار بشه. یا مثلا شما اینجا پیجز باز می‌کنید، میاین مثلا می‌بینید 2 تا صفحه دارید، میخوایم ببینید آیا این 2 تا صفحه با هم تو کنی بالان، یعنی هی این گوگل نمیدونه کدومو باید به کاربر نشون بده. میان این لیست لاستیک سازی مثلا اصفهانو باز میکنید، از قسمت کواری ها میبینید لاستیک سازی لاستیک سازی لاستیک سازی لاستیک سازی. اوکی. حالا میایم مثلا این فیلتر رو من برش دارم، میان این بار ورق لاستیکی رو باز میکنید، این بار میبینید ورق لاستیکی فول. اگه دیدید 2 تا صفحه مختلف رو باز کردید، کوئریاشون خیلی نزدیک به همه، یعنی شما یه کنیبال دارید و بعد برید اون کنیبال رو حلش کنید. این که 2 تا صفحه از شما با هم بیفتن تو رقابت چیز خوبی نیست و بعد برید اون موضوع رو حلش کنید، چون ممکنه که حتی رتبتون رو از دست بدید. اینم به عنوان این نکته می‌خواستم بهتون بگم دیگه. تو دیسکاور که رفتم بهتون گفتم، ریمووالو گفتم، همه رو بهتون توضیح دادم دیگه. این اسکیما هایی هم که بچه‌ها می‌بینید اینجا هست و حالا داره نمایش داده میشه. اولا افزونه است، اینا یه افزونه هست به اسم استراکچر دیتا، میتونید روی سایتتون اگه وردپرس که نصب کنید ازش استفاده کنید. دوما برای نوشتن کدهای اسکیما لازم نیست لزوما حالا کد بنویسید، یه سایتی هست خیلی کمک کننده بهتون میتونه تو این قضیه باشه، اون هم سایت اسکیما مارکاپه. این هم آدرس سایتش اینجا دارید میبینید. از طریق این سایت میتونید اسکیماهای مختلف رو بسازید. به طور مثال من اینجا میام ببینید همه ی مدل اسکیماها هست، شما میاین مثلا FAQ رو میزنید باز بشه، حالا VPN میخواد بچه‌ها، VPN میزنید شما اینجا تایپ میکنید تو فیلد، این بهتون کدشو میده و کدشو کپی پیست میکنید داخل افزونه. اینا رو بعد جزئیاتش بهتون جداگونه بچه‌ها توضیح بدم، ولی برای نوشتن اسکیما خیلی پلاگین اوکی، سایت اوکیه و خیلی میتونه بهتون کمک کننده باشه دیگه. اینم بهتون گفتم. نکته دیگه ببینم هست بهتون بگم، مانوال اکشن رو که گفتم، اکسپریانس هم گفتم، HTTP اکسس و همه این موارد رو بهتون توضیح دادم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. با لایک و کامنت و سابسکرایب توی آپاراتا یوتیوب به من انرژی میدید. اگر هر سوالی دارید، من دستمو جلو نیارم فوکوسم به هم نریزه، اگر هر سوالی دارید از قسمت کامنت های سایت من بپرسید، شماره تلفن ازتون گرفته میشه و جواب که براتون ارسال شد توی سایت یک SMS هم براتون ارسال میشه. مخلص همتون هستم. اوقات خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.